دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برای امروز من یه نوع خوراک بادمجون دارم تهیه میکنم. البته مهمون دارم، مهمونام هم همشون رژیمی هستن. امروز غذای رژیمی همش درست کردیم، از دلمه گرفته و بادمجون و بعد رولت مرغ و اینا. بعد این نوع بادمجونه که من میخوام درست بکنم گفتم بهتون نشون بدم. اینجا من بادمجون رو با پوست اینو اول شستم، بعد سرشو نکندم، همینطور گذاشتم. اینو تقسیم کردم همین حالت، ورقه ورقه به این حالت. اینا هر کدوم اینا همینطور، همه اینا رو من برش زدم، اینم همینطور. بعد برای این وسط اینجا از پنیر موزارلا استفاده کردم. اینا رو ورقه ورقه کردم. لای هر ورقه یک پنیر میذاریم، یک ورقه گوجه فرنگی میذاریم. حالا من بعدا درست میکنم بهتون نشون میدم این حالت. و من یک چون رژیمیه و زیاد نخواستم خشک خالی هم باشه، از کبابایی که چربی هم نداره اینو جلوتر سرخ کردم، آماده کردم. یه حالت خیلی کم اصلا چربی نداره. اینم در وسط این میتونیم یه دونه بذاریم برای اینکه یه طعم گوشت به خودش بگیره. وقتی تمام اینا رو این حالت چیدیم روش که تموم شد، برای روی اینا یکم ریحون، لای هر کدوم یکم مثلا ریحون این حالت میذاریم که این طعم ریحون خیلی خوشمزش میکنه اینا. بعد سیر خورد شده یکم میپاشیم روش، میریزیم نمک و فلفل و روغن زیتون. روغن زیتون هم روش میدیم و اینا رو قشنگ یه ظرفی رو که من اینجا الان آماده کردم، سس گوجه میریزیم توش. حالا هر چیز دیگه بخوام تهش بریزیم میتونیم، از سیب زمینی باشه یا کدو یا ذرت. من الان این ذرت های پخته شده توی این سس درست کردم با یکم کرفس و ریختم اینجا. این سس رو درست کردم. وقتی که این بادمجونا رو آماده کردیم به این صورت توی اینا میذاریم و اینو با این پنیر کلاشه. بعد با کاغذ آلومینیوم یا فویل اونو میپوشونیم. من دستور این غذا رو همه جا که دارم فیلم برداری میکنم همین الان همین دستورش رو میدم، یعنی اندازه های غذا رو. بعد اینو توی فرن میذاریم به مدت 50 دقیقه و با حرارت 175. وقتی که اینو دوباره میاریم بیرون، وقتی که آوردیم اونو بیرون، پنیر پارمیزان و فلفل و نمک کم دیگه روش میدیم. یکم هم اگه خود دوست داشته باشیم از سبزیجات معطر